بیستی بیدیم جشن سخل میگیری نار روز جشن مالی جشن معلم ما یال پیسه ندارم از کجا کنیم بیستی تور بیدیم نه بیدیم ما ندارم خب خیر تو از دکان برو بگی آتم گفت یک بیستی بیدیم بس ما در کتابچه نوشته که ما بس تیرما کرایخ جمع کدوم بس میدیم خب بر دیگه من پاراسته کلوش پاراش تو امروز داد پای داد ما روز کلوش ما اینو کاندار قرضدار ما روز کلوش میگم بلدست تو کلوش پاراش ده کلوش نگرفتم خیر خلمزو تیر کو نه رفقای بد میگه رفقای تو بد میگه چیز بد میگه اون کنج کم پارش دیگه بد نمیگن دیگه ما بیال پیسه از جا کنم کلوش خیر تو برو که دکاندار داد بگه یک دونه کلوش هم ورای پایین بیرو ورای پایین بر دیگه ما برم کورتیخ موش از وقت مرید کن بر دیگه بر روغو بیرو آبم گفت یک روغو بیرو روغم نمانده؟ نه اون روز یک دونه بوشکه گرفت ما کاش پیسه داشته شما این سال خدا زد ما را در ایران نرفت ما چه پوشت ما کرایه دو آخر سر میده روغو همو تر به نان خشک بخورین نه خود دلتم نمیشه دلتم نمیشه؟ نه عجب یال خبر نداره چه پوی تو دلت نمیشه ما کاش داشت خیر تو برو مو چپلی قد انزو 20 از دکان قرض بگیره از اون روغوش ما میرون خدا ما رو میگه نمیده خب بر دیگه اتگاندار رفتن چپلی بیدی آتم بزن بار پیسه میده خب بر پیسهش پیر از آته خوب از بعد ما میدیم اینجا هم کتابچه آتت پر شده یا فهم یک کتابچه پر شده یک کتابچه اون کتابچه جم اینجا اون پوره اینجی بر پیسه پیر از بعد چپلی نداد بسیم ندادک نه چیز گفتک گفت پیسه پر بیده بچهش ندادم قرض این دفعه خود از این یک کنم قرض داره ای با خدا سلام علیکم خوبی بخیر سلامت خوش بخیر سلامت بخیر شکر الحمدلله سلامت باش اما به حساب رای گفتم چرا یک 20 قدم زو چپی قرض داد امر ما میوردم نه ما قرض نمیدیم دیگه 5000 هم قرض داری تو امالی نه ما نشته دیگه اون قرض دار ما مثال ایران رفتم در راه گرفت دیگه نتونستم ایران برم و سر طرف رفتم ایران هم پولش تا یک سال مند ما رو رد مرز کردک نیالم دیگه چپونی گرفتم این چپونی که تا آخر ترمار کدام پیسه دم را نمیده نه آره تا آخر ترمار از بعد آخر ترمار کسا خلاص تک ما 40000 روپیه کرایه مامور جمع کنم بلدیت میرم نه میشه چی از ایران مام کرایه که آخر ترمار جمع کردم 40000 روپیه را بسم 40,000 روپیه او چیز خیلی میشه و والا او 40,000 روپیه خیلی میشه و هم خرج زمستون است نمیشه هم خرج زمستون تو میشه مو خو نه دیگه وار د کار روغو د کار خیال چیز کار کنی تو نمیده و بچم دیگه خدا دانو گرفتار شرمنده بچه نکنم اولاد دادم خیلی دل دادم شیریه خو نداره دیگه چیز کار کنی یال که ما بله عاقل ما رو عاقل میگه تا تو مال تا آخر وقت نبرده تو نمیدیم پیسه تره ما میگیم لاقل نیست میگه نیست شده قول نمای تایستو میدیم تو را یال نمیدیم اینا دیگه من دیم چیز کار کنم دیگه او تیرما گبستو که راست هم میگه وزمیستو آرد بگیرم روغو بگیرم دکتر ماکتر میشه خو نمیگن ما مثال نانم بلی از خودم 40,000 پیش اندم دیگه از بیکاری کار میکرد دیگه اینجا نه کار داره نه دیگه داره خود تو خدا رو شکر یک مصروفیت داره امور بیت شاید گم نشنی خیر از نه نمیشه الان قرض نمیشه خدا آدم گرفتار بنده نکنه خدا تو داد از درگاه الهی خودی یا خدا خدا حافظ دیگه بخیر باش
رفقایت کجایه؟ اونم که پیسه کم کده. پیسه جمع کرده؟ آه. 20 را ما تور ندادم نه او یا نداره دکاندارم نداد بیشت ما گیرس با برو منده نشین جشن اسخال گرفتین جشن مالین گرفتین و بهزاد که ما اینال پیسه ندارم امور شریک ننین خیر پاپٹ بیدین پس ما یگو وقت دیگه پس میدیم شموره تا پیسه نودن نمی جشن شریک نمیو خیر شریک کردن ما نداره از کجا کنم ما دیگه یعنی ما دکاندارم رفتم ندادم و 20 نشد از یگو دونه قرضم ما ریال نمیده کلگی میگه چپو یا خدا مال ثمر مرسنه نمیرسنه چی خم کرایش میده نمیده مردم نه نمیشه تا نمیشه. نمیشه خدا توبه بچه‌م که کار کنم می دکاندارم نداد قرضی بچه‌م خوب بچه دیگه خوب شوق شید ما زمان گو کار نکردم ایران خوب بود اینا یک بیسی ندارم دیس پیش دکاندار دراز نمیده پیش از او دراز نمیده کربلایی را گفته ده که خمس خود دیده خمس دیده اون روز 50-60 هزار روپیر خمس دیده دو دونه گوسپو دیده اینال که مو بوری در جا نزدیک همسایه‌شی از خودشی بگی بیدی در مو میرسه او شیخ گفته در شما نمیرسه شما آزرین در سعید میرسه خموم اولاد پیغمبر او شیخان میگه خوی شیخان میگه که سعی ما میگم اولاد پیغمبر مو که از آسمون تا نترده خموم هم دمینجی از اولاد پیغمبر از حضرت آدم من دیگه اینال مو بوری مور نمیده پیش مورم کار کربلایی ما میگم خیر یک دونه گوسپونش مار بیدی اگر نمیشه یا علی مدد بیشتر بوریس